من دارم میرم آفریقا برای اولین بار. دارم میرم نیجریه. دعواشون شده بعد دعواشون شده. برید ببینید چیه که این دیگه چیز دیگه ادبی. هلو. خب ما الان چک پاسپورت رو رد کردیم. داریم که البته مونده تا پرواز کنم. الان ساعت 5:30 ساعت 7:30 پروازه به استانبول. از استانبول هم ترانزیت میشه تو نیجریه. بچه این اولین ویدیو یوتیوب منه. نمیدونم حالا چقدر میتونم توش حرفه‌ای باشم، ولی دوست داشتم دیگه. اساساً از اولش همه چی با دیتیل براتون بذارم. حالا ببینیم چقدر موفقم. صبح شد. ویو خوب پیدا کردم. میخوام برم یه جا که یه عالم از اینا خیلی جیگری بابا. من کلاً کسایی که رنگ پوست تیره‌ای دارن دوست دارم. سمت بچه‌هاشون که خیلی کشیده میشم. سر صبح سفارش پاستا چی میگه واقعا؟ ردی؟ اوکی. داشت میافتاد از دستم. اصلا من نیستم. من سر صبح نمیخورم اینا. سه بچه هاست. من پاستا سفارش دادم. ولی این سری دیگه واقعا آماده است. سر صدایی هم میکنه. پاستا and egg pasta. رسیدیم استانبول. اول اینجا چه استقبالی که رسیدم استانبول رو نمیخوام ورود بزنم. 9 سال اینجا خونه من بودم. برای ترانسفر باید این مسیره رو بریم. تا حالا نیومدم چون وقت ترانسفرم از ترکیه نبوده. خب الان گیتو هنوز ننوشته. من باید منتظر باشیم. پرواز طولانی. میدونی چیه ترکیه رو خیلی دوست دارم؟ این که اینطوری با پت با هر حیوانی که داری میتونی خیلی راحت بیای تو فرودگاه که این آپشن رو اصلا توی امارات نداریم. اگه یه چیزی باشه که من دلم واسه ترکیه خیلی تنگ بشه همینه که کوکی اینجا خیلی حال میکرد. همه جا با هم میومد. ببین تو فرودگاه استانبول چی منو خیلی جذب کرد. اگه نظرم باشه نه شکلاته. من فکر کردم اول شیشه های خود کوچیک مشروبه ولی شکلاته. This is this drink very popular in Africa. میدونی چند وقته؟ الان دقیقا از وقتی از استانبول اومدم راکی نخوردم. چرا یه بار با دوستان رفتیم توی همون دبی یه رستوران داره حسابسوز ترکیه. اونجا خوردم. مورد علاقه نیست ولی یه تایمایی حال میده. بریم سوار پروازشیم. قدم بچه تو پروازه که مثلا اگم بوستون سر یه عکس این همه چیز رفت. خب من رسیدم نیجریه آفریقا. خیلی برام وقتی تو هواپیما بودم باحال بود. از بالا میدیدم رود نیل رو دیدم و بعد آسمونش هم خیلی باحال بود. ولی فرودگاهش رو ببینید. فرودگاهش اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداره. حالا اینا هم به من میگن تون را نرو دورشی. اینجا رو نمیشناسی. میگن از اینا بگیر چون هیچی سره جاش نیست.
کلاهاشون خیلی بامزه است. حالا نمیدونم واسه خود نیجریه است یا نه، ولی باحاله. چون کلاه اصلا شیشه نداره. شاید باورتون نشه ولی من دیدن اینجور جاها برام خیلی باحاله. تا حالا مسافرت های جای خوبه، ولی خب اینجا هم مثلا من خیلی جذابه. ذره اینجا تصویر نورش بده ولی همیشه چیزی رو بهمون دادن برای کسایی که لوکال نیستن. این هم چک پاسپورتشونه. بچه این که میبینید حالا الان مهماندار ترکیش اومدن، نقاشی همه جا رو کشیده دیگه، ولی باحال‌ترینش این موزه دبیه به نظر. خیلی باحاله نقاشی کردن. حالا نمیتونم ویدیو باحال از زیاد بگیرم به خاطر اینکه فکر کنم گیر بدم، ولی چک پاسپورتش با پول حل میشه. شما اگه پاسپورت فیک هم داشته باشین با پول حل میشه اینجا. لاگیجمون رو باید اینجا تحویل بگیریم. اومدیم اینجا ولی پلیس اومده دنبالمون به خاطر اینکه بدون گارد پلیس شما نمیتونی به عنوان توریست بچرخی. هر لحظه ممکنه خفتت کنن. همینجوری هم اگه الان این دوستمون با همون نبود کلی از همون پول میگرفتن، ولی الان این ماشینیه که ما رنت کردیم با افسر پلیس، یعنی تو این 8 روزی که من اینجا قراره بمونم افسر پلیس با ما 24 ساعته. خیلی عجیب غریب ولی باحال. از هواش هم بخوام بگم اوکی دیگه 27 درجه است. الان نشستیم تو ماشین ولی با افسر پلیس، ولی چه هرج و مرجیه ها. الان اومدیم اینجا پول چنج کنیم. صرفش خیلی خیابونیه. به نظرم گوشیم هم زیاد در نیارم بهتره. پیاده شدن یه ویدیو بگیرن، تو خودم پیاده نشدم که دوستان پیاده شده ویدیو بگیره، شاید گوشی رو میگرفتن ازش. ولی اکسچنج خیابونی باحال داره. حالا یه تیکه ویدیو گرفته میذارم حتما. خب همینجوری که مشاهده میکنید اومدیم یکی از بهترین اکسچنجرهای دنیا توی خیابون، قراره یه چیز اولوش $7,000 رو چنج کنیم. What is this, bro? We're trying to get Naira here. Oh, portable, huh? Portable exchanger? Yes. Yeah. Roadside This is Nigeria, huh? Like the play of. What's up, bro? ما قراره اینجا بمونیم توی تایمی که هستیم 7 روز. البته 1-2 تا جا رو دیدیم. ما نمیخواستیم هتل باشیم چون برای کاری که اومدیم حتما باید خونه میگرفتیم دیگه. بعد از چند تا خونه که دیگه واقعا تمیزی اینجا یه چیزیه که خیلی سخت پیدا میشه، اینو انتخاب کردیم که همینو بگیریم. در حد هتل تمیزه دیگه، مثل هتل، ولی خب هتل نیست. ولی نه واقعا خوبه. جزیره بنانا فکر میکنم اسم جزیره‌ش اینه. الان اومدیم یه جا واسه کاری که میخوایم انجام بدیم دنبال لوکیشنیم. مثلا یه شکل دیگه از رنگ و لعابش فرق داره با همه جا. بعد بعد دنبال لوکیشنیم. اینجا سفارت ایران بوده قبلا که پشتم میبینید. حالا بعد دقیق‌تر ازش میگیرم، ولی اینجا پرچمش هست. اینجا پرچم ایران هست. جای باحالیه. آدمای باحال‌تری هم هستن نسبت به بقیه سیاه‌پوستایی که دیدم. نیجریه‌ای خیلی باحالن. فقط اینکه حتما باید با این گارد پلیس بریم بیرون، یعنی تنها نمیتونیم اصلا بریم بیرون. من خودم خیلی تنبایی بزنم بیرون، بچه‌ها کار دارن ولی نمیشه، باید حتما با گارد پلیس باشیم. اینا چیه؟ یعنی چرا این شکلیه؟ این همه چیزایی که آویزونه ازش واسه صورتشه. نوکش هم حتی افتاده، میبینی؟ دیگه کم کم دارم آشنا میشم باشون. انقدر یه دفعه عجیب غریب نگاهت میکنم میترسی.
موبایل تو در ویدیو بگیریم. ساختمان خیلی قدیمی اومدیم واسه این لوکیشنه، خیلی هم باحاله. این لوکیشن دوم فکر کنم اینجاست. سر بیرون شلوغه ولی فکر کنم داخل فیلم برداری میکنم. رنگی تمام بود. که دختر کم؟ نه خودت چی؟ پلاستیک آبه نمیدونم داستانش چیه. یه پلاستیک آب دستشونه. این که داره صورتشو باش میشوره، بقیه رو نمیدونم دارم چیکار میکنم. آبو میفروشن؟ این آبو تو همین پلاستیک ها میفروشن بهشون. وضو میگیره. چرا وضوشون با ما فرق داره پس؟ ماشینا هم رفته تو دیوار، کاشته شده تو دیوار. جلوی هم ولی از ماشیناشون معلومه آمار تصادفشون بالا سری واقعا. ترافیکش ولی خیلی زیاده. میان هر چند دقیقه کار یکی میاد سمت ماشین بری، چون این با همونه خیاله همونه. اولین حیوانیه که در من تو خیابونم چیه؟ حتی گربه هم ندیدم اینجا. پولاشونه عکس حالا کی روشه که دیگه نمیتونم. این چه همیشه یعنی مثلا هر $1 داره 600 میشه. این میشه تقریبا $7 تاکسی هاشون اکثرا هم دراشون بازه کنم برای اینکه راحت پیاده شن. یه تایمایی هم هستی که اینجا آویزونه کمک راننده است، پولا رو میگیره. موتوری پشت دیدم اینه خیلی با مزه، هیچی نداشت، حتی چرخش هم رو پای یه نفر بود، لاستیکش هم رو پای با مزه بود. من انقدر محبه این ورشادم میدونم دارن چی میفروشن ولی آب رو میبینم تو این کیسه ها. این کیسه ها آبه. نه فکر کنم سویا این که توی یه بار چیز هست این لایف استایلشونه که دیگه ویدیو میگیرم باحاله واسه من. سی شما هم میگیرم ببینیم. نه همه راحتی هم مخصوصا تو خوردن اصلا شاید کوچه شلوغه ولی این بالا این ساختمون همه مغازه است، مغازه های بی دکور بدون ویترین. چیه یعنی؟ سر ماهیه فکر میکنی؟ آره ماهیه. جستایی که واسه عکاسی میگیره صورتی پوشیده. آره نم دارن تولید محتوا میکنن. دکتر آفریقایی بلاگر معروفش نه دیگه با دمپایی رفت، چون دمپایی رو از اون ور خیابون برداشتن اومدن این ور. حالا ما اسمش نمیگیم دزدی ولی دمپایی رو برداشت اومد این ور خیابون. اگه اصلا مدل دمپایی هم باشه اصلا دمپایی عکس نمیگیرن. اشتباه هم کرده، سایز کوچیک برداشت، نصف پاش بیرونه. موتیکا مونی ما باشه با فون مینی ما بلو. بعد این داد میزنه این راننده که اصلا نمیتونم بهتون بگم. 350 کام. چرا نمیتونیم ویدیو بگیریم؟ نقاشه هاشون لباساش خوب نیست ولی خودشون تیپای خوبی میزنن. ما یه 2 ساعتی هستن تو ترافیکی. یه هوا هم تاریک تر میشه دیگه، غروب کرده. از ساعت الان که 2 ساعت و نیم تو ترافیکیم ولی از ساعت 1 و 2 ظهر داریم میریم لوکیشن ها رو میبینیم. اینا که یه چیزی میذارن بالا سرشون خیلی کارشون سخته. مثلا از اون ور بچه میخواستمشون که خیلی صاف باید بمونن. اینا یکشون در میاد. اینا استایل های بدنیشون خدا واسه همین انقدر چارشونن سیخ. با این بچه هاشونو که میزنن به خودشون با شالی چیزی میبندن، بچه کلن حالت اسکوات میشن. این بچه هم رد شد. خیلی کوچولو هن ولی توی
جای انگار اسکواد میشینن. اینا رو صحبت کاملا عادیه ها. شیشه و مشروب داره میفروشه. دعواشون شده؟ They are fighting. آهانی مشروب داره میفروشن. اینجا مشروب فروشیه. خیلی بادی لنگویج زیاده. آره ابسولوت داره. شما شاهد یک دعوای خیابانی در نیجریه هستید. اینایی که داره درست میکنه اینجا، یعنی درست کرده داره میفروشه، خیلی بامزه است. از این کاسه هستیریاست. ولی خب حالا شاید تو دوربین زیاد معلوم نباشه، ولی از نزدیک از این فاصله باحال خیلی. ببین دوباره که از اینه که یه چیزی رو سرش با اون حجم رو سرش بوده واقعا. احتمالا شربندیه. Is it that one? مشروبات بگیریم Is it that one? مثل ساندیسه. This down. چیزا مشروبات توی از این ساندیسی هاست کوچولوه ولی خیلی باحاله. چرا کسی May I hold the change? خیلی خودش کثیفه، یعنی این چیزش جلش. Okay, thank you. بریم تستش کنیم ببینیم چی. فکر کنم یه شات هم نیست، خیلی توش کمه. الان اینجا یه پیاده شدیم که بریم لوکیشن رو ببینیم، ولی خب فاصله خیلی کم بود. گفتن پیاده بریم، بعد خدا افسر پلیس گفت نه بریم سوار ماشین شیم، پیاده شما نمیتونیم بریم. یا خیلی شلوغش کردن، یعنی یا واقعا انقدر همینقدر خطرناکه که یعنی فاصله کم هم نمیتونی پیاده بری تو این جمعیت. مثلا اینجا پیاده شم، اینجا یه لوکیشن دیگه است اومدیم، خیلی هم طول کشید ولی بیرونش خیلی شلوغه، ولی ساختمان حالیه. بیرون اینجا همونقدر شلوغه که نتونستیم پیاده بیایم، با ماشین اومدیم کلشو. این ماشینم همیشه پشتمون با همون حرکت میکنم، نمیدونم چرا، یعنی واقعا اینقدر خطرناکه. اینجا الان اومدیم اینجا غذا بخوریم که از غذاهای خودشون باشه. اینا رو که دیدیم، این ماهی اینطوری شده. بعد نگاه کنید برنجاییه که چیزای مختلفه. من دوست دارم تست کنم ولی یه جوری هم هستم واسه تمیزش. یه سری شیرینیه اینطوری هم داره. با همین چیز کیکشه، بقیه کیک هاشن. این هم که فکر میکنم چیز مایه های سالاد اروبی است، نمیدونم دقیقا. ما که از این انتخاب کردیم، این برنج و مرغ و سیب زمینی فکر میکنم. دعواشون شده، بعد دعواشون شده. You are very stupid though. See you. They are claiming right. They are still claiming right. Can you imagine? They are claiming right. See. I've checked my side mirror. If not that I turn my hand now, you must have brushed me now. Yeah. که زود ترمز زد دعواشو. سر ترمز فقط. اینقدرم تاریکه اصلا تو نمیتونی طرف قیافه طرف ببینی که داری باش دعوا میکنی. هی امروز سومه. چرا داره آب میکنه؟ یه افتضاحه. پشمنده رو میبینی؟ جا خوابیدن ها.